رد ادعای مولا یعقوب از سوی اسلام آباد، پاکستان استفاده از حریم هوایی این کشور توسط هواپیماهای آمریکایی را اتهامات بی اساس خواند. افزایش بیش از 1 میلیون مهاجر افغان در ایران. سفیر افغانستان در تهران میگوید که بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 1 میلیون افغان وارد ایران شده. تلاش اسلام آباد برای نابودی طالبان پاکستانی در خاک افغانستان. نبیل میگوید پاکستان عملیات نظامی علیه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را آغاز کرده. و ادعاها در مورد جنگ اوکراین. خبرگزاری تاس گفته که پنتاگون خلبانان حکومت پیشین افغانستان را برای جنگ اوکراین آموزش می‌دهد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من ناهید یوسفی از آماج نیوز خوش آمدید. وزارت خارجه پاکستان ادعای استفاده هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا از حریم هوایی آن کشور برای انجام حمله در افغانستان را تکذیب کرده و آن را اتهامات بی اساس خواند. این وزارت شب گذشته یکشنبه 6 سنبله در اعلامیه اظهارات ملا یعقوب را بدون مدرک خوانده. عاصم افتخار احمد سخنگوی وزارت خارجه پاکستان حرفهای ملا یعقوب مجاهد را خیلی تأسف آور و خلاف اصول ابراز نظر رسمی مسئولانه توصیف کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که این کشور به ادعاهای وزیر دفاع طالبان در مورد استفاده پهپادهای آمریکایی از فضای هوایی پاکستان با نگرانی عمیق توجه کرده. او گفته است در غیاب هیچ مدرکی، همانطور که خود وزیر طالبان در استفاده از فضای هوایی پاکستان در عملیات پهپادهای ضد تروریستی آمریکا نیز اذعان کرد، چون این ادعاهای حدسی بسیار تأسف‌بار است و در مخالفت با هنجارهای رفتار دیپلماتیک مسئولانه قرار دارد. نامبرده اضافه کرده که پاکستان بر اعتقاد خود به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها تاکید و تروریسم را در همه اشکال و مظاهر آن محکوم می‌کند. وزارت خارجه پاکستان از مقام‌های طالبان خواسته تا از اجرای تعهدات بین‌المللی افغانستان در مورد منع استفاده تروریسم از خاک این کشور علیه هر کشور دیگری اطمینان حاصل کنند. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز گذشته که اطلاعات آنان نشان می‌دهد که پهپادهای آمریکایی از پاکستان و با استفاده از حریم هوایی این کشور وارد افغانستان می‌شوند، او گفت ما از پاکستان می‌خواهیم که اجازه ندهد از حریم هوایی این کشور علیه ما استفاده شود. گفتنی است که آمریکا اخیراً اعلام کرد که در یک حمله هوایی ایمن ظواهری رهبر القاعده را در کابل کشته است. عبدالقیوم سلیمانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران میگوید هنوز آمار دقیقی از مهاجرین تازه وارد به ایران در دست نیست، اما بر اساس آمارهای غیر رسمی بیش از 1 میلیون مهاجر وارد ایران شدند. آقای سلیمانی میگوید پیش از سقوط کابل هم حدود 3.5 میلیون مهاجر در ایران حضور داشت. با سقوط جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 موج گسترده‌ای از مردم افغانستان به بیرون از کشور مهاجر شدند. هنوز آمار دقیق تعداد افرادی که بعد از ورود طالبان کشورشان را ترک کردند اعلام نشده. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا ایران گفته نباید از نقش و اثرگذاری مهاجرین در داخل ایران غافل شد. به گفته او مهاجرین اکثرا قشر فعالی هستند و در کارهای عمرانی و شهری میتوانند نقش بسزایی داشته باشند. آقای سلیمانی تاکید کرده که در دهه اخیر نیز متخصصین و سرمایه‌گذاران اقتصادی افغانستانی نیز در ایران فعالیت کردند. عبدالقیوم سلیمانی در این گفتگو گفته مهاجران افغانستان در ایران با مشکلاتی در بخش‌های مربوط به بهداشتی، درمانی، آموزشی و بانکی مواجه هستند. با این حال او گفته که با توجه به تعداد مهاجران افغانستان و توانایی‌هایی که دولت ایران دارد، مهاجرین افغانستان در این کشور در وضعیت مناسبی به سر میبرند. در ماه‌های گذشته بارها خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شده که وضعیت وخیم مهاجران افغانستان در کشورهایی مثل ایران، پاکستان، ترکیه و یونان را نشان می‌دهد. سرپرست سفارت افغانستان در تهران در این مصاحبه بر ضرورت شکل‌گیری یک دولت مشارکتی و فراگیر تاکید کرده. او معتقد است که افغانستان متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است. هر حکومتی در افغانستان باید به این چارچوب دقت کند. تنوع قومی و مذهبی در این کشور وجود دارد و نمی‌توان تصور کرد که این تنوع قومی نباشد.
رحمت الله نبیل، رئیس سابق ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، میگوید از چند روز پیش عملیات نظامی پاکستان علیه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان آغاز شده. آقای نبیل در مورد این عملیات با مولا محمد یعقوب مشوره نشده یا او سعی دارد وانمود کند که گروه طالبان مستقل است. نبیل این اظهارات را در صفحه توییتر خود در واکنش به آخرین سخنرانی روز یکشنبه سرپرست وزارت دفاع طالبان در کابل نوشته. مولا یعقوب روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی از راه پاکستان به افغانستان حمله می‌کنند و او از پاکستان خواست اجازه ندهد از فضای این کشور بر ضد افغانستان استفاده شود. چې زموږ کوم معلوماتي دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضایي حریم څخه استفاده کوي چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي. وزارت خارجه پاکستان اظهارات وزیر دفاع طالبان در مورد استفاده هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی از خاک پاکستان را خیلی تأسف آور و خلاف اصل ابراز نظر مسئولانه دانست. این وزارت از گروه طالبان خواست به تعهدات خود عمل کرده و به گروه‌های تروریستی اجازه فعالیت در افغانستان را ندهد. آقای نبیل در حالی از آغاز عملیات نظامی پاکستان در خاک افغانستان سخن می‌گوید که مقامات پاکستانی از شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستان خبر دادند و وزارت خارجه پاکستان به طور بی‌سابقه‌ای از طالبان به علت حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان انتقاد کرده. در یک سال گذشته چندین بار طیاره‌های آمریکایی و پاکستانی نقاطی از افغانستان را آماده حمله قرار داد. در یکی از این موارد در ماه حمل 1401 حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر ولایت‌های خوست و کنر در شرق افغانستان دست کم 47 نفر کشته بر جا گذاشت. گفته شده که همه این قربانیان غیر نظامی بودند. یک منبع نظامی گفته است که وزارت دفاع آمریکا خلبانان نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان را برای اعزام به جنگ اوکراین آموزش می‌دهد. خبرگزاری تاس روسیه روز دوشنبه هفته سنباله به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که نه تنها خلبانان سابق بلکه سایر افغان‌هایی که در نیروهای ویژه خدمت می‌کردند شامل این برنامه می‌شوند. پنتاگون این خلبانان را در ایالت کالیفرنیای آمریکا آموزش داده و سپس آنان را از طریق لهستان به اوکراین خواهد فرستاد. این منبع گفته که همانطور که می‌دانیم پنتاگون شروع به استخدام خلبانان سابق افغانستان کرده که یک سال پیش به آمریکا رفتند. آموزش آنها در کالیفرنیا آغاز می‌شود و برنامه‌هایی برای اعزام همه آنها از طریق لهستان به اوکراین روی دست است. خبرگزاری تاس که نام این منبع را فاش نمی‌کند می‌نویسد که پس از تکمیل آموزش‌ها قراردادی با این نیروها برای اعزام به جنگ اوکراین عقد خواهد شد. پیش از این بارها گزارش شده که آمریکا و بریتانیا نیروهای امنیتی پیشین افغانستان را به جنگ اوکراین اعزام می‌کنند.